کباب تابعی مرغ قطعا هر کی خورد در جا رسپیشو ازت میخواد. اینقدر که نرم و لطیف و آب داره، عطر و طعمش دیوونت میکنه. مغز رونها رو به همراه پیاز توی غذاساز بریز، چند پالس بزن، بعد فلفل دلمه‌ای رنگی رو اضافه کن و پوره کن. جعفری خرد شده و آرد سوخاری و ادویه ها رو اضافه کن و خوب ورز بده. روش سلفون بکش، 1 ساعت بفرست داخل یخچال. بعد اونو کف تابه مورد نظر پهنش کن. بعد هم با لیسک یا هر وسیله‌ای که داری بهش شکل بده. یه سری خط افقی هم بنداز که خوشگل تر بشه. بعد بذار روی شعله ملایم، روش کمی روغن بریز و زعفرون و کره رو به ترتیب اضافه کن. یک طرفش که سرخ شد برگردون و 4 طرفش رو کاملا سرخش کن. عطر و طعمش غوغا میکنه. امیدوارم درستش کنی. بهت قول میدم از نتیجه کار نهایت لذت رو ببری. نوش جونتون.